های گایز بچه‌ها چطورید؟ امروز بعد مدت‌ها به عشق خودتون با یه ویدیو جدید اومدم و اینکه میخوام بهتون بگم تا حالا شده برید یه جایی یه لوستری رو ببینید که یه دونه از کریستالاش قرمزه و من امروز بهتون میخوام بگم که پشت این کریستال قرمز چه داستان عاشقانه‌ای نهفته است. بریم که ببینیم. قرن 18 فرانسه مردی زندگی میکرد به اسم سیمون پیر. سیمون پیر از لوسترسازای حرفه‌ای فرانسه بوده. واقعا هم عاشق کارش بوده. جدا از اینکه عاشق کارش بوده، عاشق دختری هم بوده به اسم ماری. ماری از یه خانواده متعصب و مذهبی بوده و این دوتا نمیذاشتن که همدیگر رو ببینن یا با هم در ارتباط باشن، چون دیگه اون کاتولیک بوده، این پروتستان بوده و مشکل داشته. ماری هر ماه به بهونه خرید از خونه میزده بیرون و میرفته پیش سیمون، کارگاه سیمون، و همدیگر رو میدیدن. حالا شاید همدیگر رو نگاه میکردن، شاید حالا هر کاری که میکردن، ماهی یه بار. و اینکه این دوتا واقعا عاشق هم بودن، ولی خب خانواده ها نمیذاشتن که با هم در ارتباط باشن. یه روزی پدر ماری از خونه میزنه بیرون و میره برای خاکسپاری یکی از اقوامش که ماری فرصت و غنیمت میشماره و میاد بیرون، میره به سمت کارگاه سیمون. وقتی میره کارگاه سیمون نبوده و میپرسه سیمون کجاست، میگن سیمون رفته بیرون. ماری برای اینکه شیطنتی کنه یکی از این لوسترها رو در میاره و یه رنگی اون موقع بوده که رنگ قرمز هم بوده. حالا به عنوان رژ لبی چیزی استفاده میکردن. رژ لب نبوده، یه رنگ بوده که مثلا میمالیدن، به گیاهی هم بوده. اونو یکی از این کریستالا رو بر میداره و قرمز میکنه میذاره سر جاشو که میخواسته بگه من اومدم، که اگه گفت مثلا نه نیومدی بگه اومدم، برو نگاه کن ببین یکی از اون کریستالا مثلا قرمز، نشون بده بهش. و برمیگرده یک روز تو یکی از این خیابونای سنگ فرش پاریس یه درشکه‌ای به ماری میزنه و متاسفانه ماری از دنیا میره. و اینکه سیمون پیر از اونجایی که واقعا عاشق این دختر بوده میاد اون لوستری که ماری یکی از کریستالاشو قرمز کرده بوده رو به عنوان یادگاری سالها توی ویترین مغازه شالا نگه میداره و از اون به بعد که ماری از دنیا رفته بوده، برای اینکه بخواد ثابت کنه که چقدر واقعا عاشق این دختر بوده، هر لوستری که درست میکرده یه دونه از کریستالاشو قرمز میکرده. ببینید این داستان، نمیخوام بهتون بگم یه داستان مثلا معمولیه، این داستان پشتش پر از حرفه. این که اگه واقعا یه نفر یا دو نفر همدیگه رو واقعا دوست دارن، مهم نیست طرف سنیه یا شیعه، مهم نیست طرف ارمنیه یا مسلمونه، مهم نیست مال کجاست، مهم اینه که این دو نفر همدیگر رو دوست دارن و میخوان که با هم باشن. ما نباید بذاریم مذهب و دین بینشون فاصله بندازه. و امیدوارم تونسته باشم جواب سوالی که داشتید رو بهتون بدم. اینکه شاید هم اتفاقی یه جایی دیدید که یکی از این کریستالا قرمزه. اگه از این داستان عاشقانه که واقعا عاشقانه بود خوشتون اومد، همین ویدیو رو بفرست برای اونی که واقعا دوستش داری. بهش بگو که این داستان درسته این مدلیه، ولی من نمیخوام این مدلی تموم شه، میخوام که این بچسبه به هم. قبل از هر چیز لایک و سابسکرایب من یادتون نره، زنگولش هم بزنید. این ویدیو رو هم شیر کن به همونی که گفتم دوستش داری. یا علی.